بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. و اما در رابطه با اینکه چگونه این 10 روز ایام ذوالحجه را استقبال بگیریم، البته باید که متوجه باشیم که الله عز و جل من و شما را برای طاعت و عبادتش خلق کرده است و بدون شکی از علامت ایمانداری یک شخص است و حریص بودن او در این ایام خیلی عظیم و بزرگ بر طاعت و عبادت از علامت‌های ایمانداری یک شخص مؤمن و مؤمنه است اینکه حریص است اینکه در این ایام عظیم و بزرگ طاعت انجام بدهد و اون عمل‌هایی که انسان باید که در این ایام عظیم و بزرگ در رابطه با اونها کوتاهی نکند، این ادای فرایض است. بعضی از انسان‌ها هستند که در رابطه با عمل‌های و طاعت‌های نافله تلاش و کوشش انجام می‌دهند، ولیکن در رابطه با ادای فرایض و آن چیزی که الله عز و جل فرض قرار داده است کوتاهی میکنند. بدون شکی از فقه عبادت نیست. از فقه و فهم عبادت همین است اینکه انسان اولا محافظت میکند به فرایض الله عز و جل، به آن چیزی که الله فرض قرار داده است. در یک شبانه روز الله عز و جل 5 وقت نماز را فرض قرار داده است. پس در این ایام عظیم و بزرگ اولین کاری که تو باید که انجام بدهی این محافظت کردن این 5 وقت نماز است. در سر وقت آنها را به جماعت خواندن این از بزرگترین عمل‌های است که انسان به سوی الله عز و جل اولا به توسط فرایض به الله عز و جل نزدیک میشود، بعداً به نوافل است. دوما این ادای حج است. حج این از رکن از ارکان اسلام است. در شریعت و دین الله عز و جل از خود عظمت و فضیلت دارد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه. یعنی هر کسی که این بیت را حج کرد، طواف کرد و در حالی که سخنهای فسق و فجور و عملهای فسق و فجور انجام ندادک، رجع کما ولدته امه، این نفر برگشتگی است به مانند کودکی که مادرش او را تولد کرده است. یعنی این شخص مورد بخشش و عفو الله عز و جل قرار گرفته است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. حج مبرور، حج مقبول، حجی که پیش الله عز و جل قبول شده است، جزاش نیست الا مگر جنت، پاداشش نیست مگر جنت. لذا کسانی که استطاعت و توانایی انجام دادن این رکن از ارکان اسلام را دارند که حج است، پنجمین از رکن از ارکان اسلام است، پس باید که بشتابند و تلاش بکنند و این فرصت را غنیمت بشمارند و انجام بدهند این فریضه الله عز و جل. سوما چیزی که در این ایام عظیم و بزرگ یک مسلمان به او حریص باشد این قربانی کردن است. و الله عز و جل میفرماید که فصلی لربک وانحر، فقط تنها برای پروردگارت نماز بخوان و برای پروردگارت قربانی بکن. و متاسفانه بعضی‌ها توانایی درست کردن دسترخوان‌های رنگارنگ و مختلف دارند و حتی بعضی دسترخوان‌ها در اوج شاید که بیشتر از 2 و 3 گوسفند مصرف کردگی باشد، ولیکن میبینی که در رابطه با قربانی میاد سوال میکنند که آیا برای من قربانی کردن درست است؟ من قربانی بکنم و برای ما جایز است؟ ولیکن میبینی که مصرف 2-3 از قربانی را در دسترخوانش به خاطر دیگران، به خاطر که دیگران چیز نگن انجام داده است. اما قربانی که از او هم خودت فایده میگیری و هم طاعت و عبادت است و هم ای سنت مسلمین است و سنت سلف رحمه الله است و از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است و از سنت سلف رحمه الله است و از سنت ابراهیم علیه السلام است. قربانی که در او طاعت و عبادت است که فایدهش هم برای خودت هست و هم برای فقرا و مساکین و هم برای اهلت و از او استفاده میبرن، ولیکن میبینی که به سبب عدم فهم در طاعت و عبادت در رابطه با این عمل خیلی عظیم و بزرگ کوتاهی میکنه. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قربانی کرده است. لذا باید که انسان که توانایی و استطاعت دارد نباید که در رابطه با این عبادت خیلی عظیم و بزرگ کوتاهی بکند. و چهارم عملی که در این ایام ذوالحجه شخص انجام میدهد این زیاد تکبیر گفتن و تهلیل گفتن و تحمید گفتن است. چنانه که از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که ما من ایام اعظم عند الله ولا احب الیه من العمل فيهن من هذه الايام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. چون که در مسند امام احمد رحمه الله است، این در این ایام عظیم و بزرگ زیاد تهلیل لا اله الا الله بگید، تکبیر بگید و تحمید بگید، الله اکبر الله اکبر،
لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. پس این تکبیرها با اولی شبی که دهه اولی ذوالحجه است میگن تکبیرات مطلق داخل می شود که در همه حالت انسان میتونه که این تکبیر را بگه. البته مردها با آواز بلند و زنها با آواز پست تا غروب آفتابی روزی 13 از ذوالحجه است. پنجم عملی که در این روزهای خیلی عظیم و بزرگ باید که یک مسلمان تلاش کنه و انجام بدهد در رابطه با روزه گرفتن، حدیثی که هست در موردش علما در سندش خلاف کارگی هستن، ولیکن در عمومی حدیثی که اومدگی است که عمل صالح در این ایام عظیم و بزرگ پیش الله عزوجل از جهاد دیده فضیلت دارد. پس بدون شک روزه از عملهای صالح است و از بزرگترین از عملهای صالح است. لذا نباید که انسان در رابطه با روزه گرفتن کوتاهی بکنه و بعد از اون دیگه تلاوت قرآن و طاعت و تعلیم و نشر سنه و نشر توحید، بدون شک اینها از بزرگترین از عملهای صالح هستند. نشر کردن دین و تعلیم دادن و قرآن و سنت را منتشر کردن از بزرگترین عملهای صالح هست. اجر و فضیلت چون خیلی عظیم و بزرگ است. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.